سلام به همه. من مهدی هستم و خوشحالم که با هم هستیم. به کانال خبرچین هزار خوش آمدید. اینجا جایی است که میتونید جدیدترین و جذابترین اخبار رو پیدا کنید. هدف من اینه که شما رو از مهمترین رویدادها با خبر کنم و با هم به دنیای اطلاعات سفر کنیم. در هر ویدیو سعی میکنیم تا نکات جالب و آموزنده رو بررسی کنیم و نظرات شما رو هم بشنویم. پس اگر از اخبار و تحلیل‌های بروز لذت میبرین، حتما ما رو دنبال کنید. بیایید با هم دنیای اطلاعات رو کشف کنیم. وقتی که ترامپ از بمباران روسیه میگوید، گرم شدن جنگ سرد، مقامات پنتاگون و کاخ سفید با ارسال موشک‌های پاترویت به اوکراین بار دیگر به محور اصلی منازعه نظامی میان ناتو و روسیه تبدیل شده‌اند. ترامپ به صورت مداوم تهدیداتی را در سطوح اقتصادی و نظامی علیه کاخ کرملین مخابره می‌کند.